گشت موزی رو خط کرد. در همین منطقه ما میبرداری بعد میزنیم با خودی خودش رفته تنها میبرداری میگرد.
شاد شادم از غم بیا سادم شاد 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 شادم از غم بیا سادم دوست دارم بگیر در بروی غم دوست دارم بگیر ای در بروی غم ببندی خودمت میشومه اسیر بنامت میشومه اسیر بنام چیل چیلده و دارم رکشینمه ای من ده فرمانی دیلم که دیل به فرمانی من بردن به حرم گل گل بردن به چمن گل بردن به حرم گل گل بردن به چمن ای نوازیش لحظه ای ارگوش نوا نوا نوانیز از کف و انگوش نازکی نوازیش لحظه ای ارگوش برکفی عاشق بچه دایره خوشده دامن جانانش روشنی امید برکفی عاشق بچه دایره خوشده دامن جانانش روشنی امید بکه بکه بوم بوم بکه بوم بکه بکه بوم بوم بکه حریفاتون میبرن از دوباره میدان خوش میکنیم که هر یک ورزشگر به هموزن خودش سرتید هموزن خودش کتید مرحمت حاجی بار دیگر زاد روز مبارک باشد 100 ساله شده حاجی یک کاکومی برای حاجی بابا یک توفه برای حاجی پشم افشور یک حاجی بالاشون پرتوفه یک دم گیرند سلامت باشه حاجی 100 بدرایه یک دعا کنید حاجی بابا خداوند همه رو به همین روزهای نو رسونه سلامت باشه حاجی سلامت باشه بار دیگر نوروز خوجستپی همه تا مبارک باشه همدیاران عزیز همدیاران عزیز مهمانان گرامی امروز برای فارغ بالی ما شما چنانه که من پیش اعلام کرده بودم حافظا از ولایت سوخت به نزد ما تشریف آوردگی بودند امروز زاده همین دهه زیبا منظری ما علاشی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سبودین رجبزاده را حضور دارد والا من سبودین رجبزاده را به نزد بلنگویک دعوت میکنم مرحمت برادری عزیز یک کفکوبی برای این حافظای خوشاباز سلامت باشید خوش آمدید حافظای خوشاباد جمالش در پرده راست ناید مطربی در عشقی او نالونم چون مجنونی سرسونم در عشقی او نالونم چون مجنونی سرسونم چی کار کنم حیرونم من میمونم بریمون چون سطحی سریم یا چی کار کنم حیرونم من میمونم بریمون چون سطحی سریم خانم کارشون مثل ماهی تابونی دختری زرفشونی شیرینمه از غمات بیمارمه خسته و افکارمه یاری دل آزارمه دلبری شیرینمه از غمات بیمارمه خسته و افکارمه یاری دل آزارمه بردن به دستی خود بکن تمکینم دلبری شیرینم وقتی بردن به دستی خود بکن تمکینم دلبری شیرینم دلبری شیرینمه از غمات بیمارمه خسته دل افکارمه یاری دل آزارمه دلبری شیرینمه از غمات بیمارمه خسته دل افکارمه یاری دل آزارمه ای مبارک باشه روزتون مبارک یاری نازنینم
که پشتی درست محرم داغی دل گریانتی عشقی اولینم عشقی آخرینم توی با جانم یاری نازنینم این چی جفاست چی عاشق میشی جان بلا با من زیالم های دو این چی جفاست چی عاشق میشی جان بلا با من زیالم های دو دوای دردم صفای قلبم بگو با غیر از من با تو چی کرد از حاجی امیروف از مهمانان درد و طلب و موفقیت آرزو میکنیم. اکای ملوطالب هستن یا به نزد بلنگویک بیان. اکای ملوطالب برای مردمی مهنتکارین مهنت دوستی سامانه یا 4 تا روبایه مقصایی اکای ملوطالب خواهش کردن که من نوروز خوجسبت تبریک کنم. مرحمت اکای ملوطالب. با پهلوانا از دوباره خوش بگیم وقته 2 دقیقه یا دقیقه وقته. سلام علیکم همداران عزیز، نوروز خوجسبتتان مبارک. من یک کمتر شعرهای همین رو آهنگ‌های زبان فصل بهار آمد و رفت یار مبارک گلها قطار آمد و رفت یار مبارک گلها قطار آمد و رفت یار مبارک ای گل من یار مبارک ای گل من یار مبارک چرا ادی چنین دیوانه گشتی چرا باور کنم بیگانه گشتی چرا دیدی کجا رفتی چی کردی که در عالم چنین افسانه گشتی که در عالم چنین افسانه گشتی فصل بهار آمد را یار مبارک فصل بهار آمد را یار مبارک گلها قطار آمد را یار مبارک گلها قطار آمد را یار مبارک ای گل من یار مبارک ای گل من یار مبارک اگر بادی سبا پیدا نمیشه دهانی غوشه گلوان نمیشه العالم عاشق ویران نمیشه فصل بهار آمد و رفت یار مبارک گلها قطار آمد و رفت یار مبارک یار مبارک یار مبارک خطی زنم شانه گذر میکردم دخترانی خوش خدا نظر میکردم گندم لاله میلانی گندم لاله عاشق شدیم و دختری کنغاله یه دختری کنغاله به ما دل داده است چشمانی سیاه زبانی گویا داده یه چوبونی روم به دهی آبردن
برگشته بیام مولا همه در مردن دیدم کی بونم شدر لبی جوی بارای دیدم کی بونم شدر لبی جوی بارای ماندی بونم شهر گل بسیارای ماندی بونم شگل نروی به زمین اصل نسبی بونم شدر کسارای رحمت سلامت باشید. یک کفکوبی برای آوازخوانی خلقی. زنده باشه کامل و طالب. زنده باشید. همداران عزیز، مهمانان گرامی، امروز یک گروه مهمانان از خود پایتخت عزیزمان از شهر دوشنبه به جشن نوروزی ما تشریف آوردگان. حالا مهمانان خواهش کردن که ما مردمی مسجد را میخواهیم تبریک بگوییم. مرحمت مهمان عزیز به نزد ما بیایید و ما شما را به نزد بلندگویک معرفی میکنم. مرحمت حاجی. یک کفکوبی برای مردمان. مهمانان خوش آمدید. خوش آمدید نور دیده. از خود پایتخت عزیزمان تاجیکستان عزیز مهمانان حضور دارن از شهر دوشنبه رشتان زمین. مرحمت اکوی عزیز. سلامت باشی رئیس محترم. آغازی همه سخن سلام است، زیرا که سلام خود احترام است. السلام علیکم مردم سربلند و شریف ناحیه مسجد. امروز من از نام خودم، از نام کل مردم منطقه رشت، خصوصا رشت باستانی، همه شما را با فرا رسیدن نوروز عالم افروز قطعاً سبعاً تبریک و تهنیت نموده و شما تن صحت، دل بیغم، خاطر جمع، در زندگی بردباری، سر بلند و همه خوشی های زندگی را تمنا دارم. نگفته نماند که این بزم اجدادی 6000 سال رشد دوانده است در تاریخ فرهنگ خلق تاجیک. از عهد جمشید این جانب مردم تاجیک همین جشن هر سال با شکوه و شرافت بلند تنتنه میکنند و امروز ما خوشبختانه شاهد همین تنتنه بزرگ ناحیه مسجد شدیم. ما گفتن در کار که به نوروز رسیدن پس انسان ها باید قلب خود را تازه کنند، وجود خود را تازه کنند، همه کینه و کدورت را از وجود خود دور سازند تا که ما روز نو در سال نو جشن بگیریم و در سال نو همه بردباری را باید به ما خداوند عطا فرماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معزی شما در زندگی دائم باید خوشبخت باشید. خانه و دری تین دارید. ما امروز آمدیم شاهد آن شدیم که جماعت به جماعت، دهه به دهه، کلخاز به کلخاز این جشن اجدادی را جشن گرفته شدند. بار دیگر شما را با فرا رسیدن این نوروز عالم افروز صدقاً تبریک گفته و شما همه تنیسیت، دل بیغم و همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. سلامت باشید. یک کفکوبی برای مهمانان عزیز، همداران عزیز، مهمانان گرامی، من از نام تمام مردم مسجد اینجا علاشی فرهنگ جمهوری تاجیکستان حافظ خوشاواز از خود ولایت سوخت عالم جان محمودوف یک کفکوبی برای برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر اکوی عزیز. باز این دیگر نوروز مبارک. سلامت باشید. مرحمت. یک جفت سرودی ناز بخوانیم. خواهشمندم که عید نوروز است. رقص خرسندی کنید. سلامت باشید. سه ترزه